خداوند درباره زنان می‌فرماید ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، یعنی زنان زیبایی‌هایشان را نشان ندهند مگر برای شوهرانشان. اما شما در شبکه‌های اجتماعی زیبایی‌هایتان را برای تمام مردان به نمایش گذاشته اید که این مخالفت آشکارا با حکم خداوند است. فراموش نکنید که عاقبت مخالفت با حکم خداوند آتش جهنم و سخت‌ترین عذاب است. چرا ما بر گناه اصرار داریم؟ نمیدانم چرا. استغفرالله، خدایا رهنمایی کن تو ما را. چه ها کردیم چه ها، استغفرالله، چه ها کردیم چه ها، استغفرالله. شدیم آغشته با فرهنگ غربی و سنت را رها، استغفرالله. نبارد